کسی مسلمان‌ها را اذیت می‌دهد به لعنت الله تعالی گرفتار میشد. الله تعالی در سوره احزاب لعنت کرد آنهایی که مؤمن‌ها و مؤمن زن‌ها را اذیت می‌دهد، خبرکشی می‌کند، از منصب سوء استفاده می‌کند. امروز بعضی امام‌ها متاسفانه رنگی کارمندان حفظ حقوق شدند. مردم می‌ترسند. اگرچه یگان گپی خطا گفتن مردم می‌ترسند از آنها، چون که خبرش به دیگر جا میرسد فردا برایشان مشکلی ایجاد میشد. نعوذ بالله شما وارثان پیغمبر صلی الله علیه و سلم هستید. یا مراتبه به حتی بعضی دامولاها رو من میدونم پدرهاشون در زمان شوروی بود، این طرف به چارکو این طرف به قوقند، هر کجایی که علم بود فرزنداشون رو می بردند به نزد دامولاها و دست ادب می ایستادند که به فرزندان ما تعلیم ده. به یک عذاب علم آموخته آمدند. یا مراتب اون روزها رو به خاطر بیارشون به کدام خاطر علم گرفتید؟ اینقدر یعنی از شریعت بیرون نبرایید. اگر رفت و امکانیتی گفتن سخن حق ندارید اقلا خاموش نشینید، سخن باطل در مسجد نگویید، مردم مسلمان بیچاره رو اذیت ندهید. ولی ما شما رو احترام میکنیم. هر کسی که دامولا هست، هر کسی که حافظ قرآن است، هر کسی که علم داره ما شما رو احترام میکنیم. لیکن شما هم به علم عمل کنید به قدر امکان. مردم مسلمان بیچاره رو اذیت ندهید، اینا رو خبرکشی نکنید. سری انسان بریده شود به از اینکه خبرکشی کند، علل خصوص مردم مسلمان.